درود دوستای خوبم، هنگامه هستم با آشپزخونه من خوش اومدید. امیدوارم کلی حالتون خوب باشه دوستان. امروز اومدم کنار همدیگه آش دوغ درست کنیم. آش دوغ سرین درست کنیم. هر شهری آش دوغ رو به یه شیوهی درست میکنه. من میخوام امروز به شیوه شهر سرین بهتون آموزش بدم. تا آخر ویدیو کنار من باشید با همین آش خیلی خیلی خوشمزه رو درست کنیم. خب دوستان، برای درست کردن آش دوغمون نیاز داریم به 2 کیلو ماست. 2 کیلو ماست رو ریختم توی قابلمه. یه خورده همش بزنید یکم ماستتون یک دست بشه. حالا به ماستی که هم زدم 3 تا قاشق غذاخوری آرد اضافه میکنم. 1 قاشق غذاخوری نمک. نکنید دوستان، من به شیوه اردبیلی دارم این آش دوغ رو درست میکنم. با همزن هم بزنید تا گلوله های آرد باز بشه. گلوله های آرد که باز شد بهش یه دونه تخم مرغ اضافه میکنیم. این تخم مرغ صرفا به خاطر اینه که ماستمون نبره، یعنی آش رو وقتی شروع میکنیم روی اجاق که زیر حرارت رو روشن میکنیم نبره، وگرنه باید میتونید حذفش کنید، ولی باید تا موقعی که آش شروع میکنه به جوشیدن مدام همش بزنید. یه لیوان برنج نیم دونه دارم. من از 3-4 ساعت قبل اینو شستم، خیسش کردم. حالا میخوام این یه لیوان رو به ماستم اضافه کنم. برنجتون رو میتونید برنج کامل هم اضافه کنید، میتونید نیم دونه استفاده کنید. ترجیح من نیم دونه هستش. حالا بعد از اینکه همه رو با هم زدم 2 کیلو ماست داشتم. حالا اندازه 2 تا 2.5 کیلو بهش آب اضافه میکنم. آب سرد، آب گرم بهش اضافه نکنید، آب کاملا سرد. حالا دوستان یه نکته بگم در مورد تا این مرحله که داریم درست میکنیم، یعنی در موردش ما خودمون اردبیلیا آش رو هیچ وقت خیلی رقیق نمی‌کنیم. آش دوغ رو غلظتش رو ببینید تا این مرحله غلیظه. اگه دوست داشتید میتونید آب بیشتر اضافه کنید، ولی من توصیه میکنم که نکنید. اگه میخواهید همون طعم آش دوغ سرین رو بده غلیظ برش دارید. حالا توی این مرحله 1.5 لیتر تقریبا دوغ بهش اضافه میکنیم. دوغ گازدار نباشه، دوغ طعمدارم نباشه لطفا، دوغ معمولی برای خوشمزه تر شدن آشتون. حالا دیگه زیر اجاق رو روشن میکنم، اجازه میدم شروع کنه به جوشیدن، ولی باید هر 2-3 دقیقه حتما آش رو هم بزنید. اینجا هم اندازه 2 تا لیوان نخود پخته دارم. نگاه کنید 24 ساعت قبل گذاشتم، خیس خورده، چند بار آبش رو عوض کردم، گذاشتم از صبح پخته. اینجا نخودم 2 تا لیوان برای آشم آماده است تا به موقعش بریزیم داخل آشمون. حالا توی این فاصله تا موقعی که بخواد آش بجوشه من سبزیاشو آماده میکنم. 3-4 تا شاخه سیر تازه. اگه سیر تازه ندارید میتونید سیر معمولی هم استفاده کنید، سیر خشک استفاده کنید. اینجا نگاه کنید دوستان، من گشنیز دارم، اسفناج دارم. ما برای آش دوغ فقط از سبزی گشنیز و اسفناج استفاده میکنیم. تو شهرهای مختلف به روش‌های مختلف که درست میکنن توش سبزی آش میریزن، توش شیویت هم استفاده میکنن، ولی ما فقط از اینا استفاده میکنیم. بعد یه نکته دیگه بگم، ما تو ترکیه اصلا گشنیز نداریم. کل سال کلا اندازه 2 هفته اوایل بهار گشنیز میارن، اونم فقط تو بازار روز بعضی از سبزی فروشی خاصشون که من دیروز خوشبختانه پیدا کردم و دارم براتون آش دوغ درست میکنم باهاش. آشم دیگه یواش یواش داره شروع میکنه به جوشیدن. بعد یه نکته بگم بهتون دوستان، به هیچ عنوان در قابلمه رو نذارید. اگه بخواید در قابلمه آش دوغ رو بذارید حتما سر میره، به خاطر هیچ وقت این کارو نکنید. تا آخر پخت باید درش باز باشه. نگاه کنید آشمون شروع کرد به جوشیدن. حالا توی این مرحله بهش نخودی که پخته بودیم و آماده کرده بودیم رو اضافه میکنیم. نکنید نخود رو اضافه کردم. میتونید یه مقدار نخودم بیشتر بریزید، من استانداردش رو بهتون گفتم، ولی اگه دوست داشتید میتونید مقدار نخودتون رو کم یا زیاد کنید، بسته به سلیقه و ذائقتون. حالا سبزیایی که خورد کرده بودم بعد از اینکه آشم جوشید
سبزی ها رو بهش اضافه میکنم. توی سبزی ها هم بهتون گفتم اسفناج، گشنیز و سیر تازه دارم استفاده میکنم. درصد اسفناجم بالاتره و کمترش گشنیز. سیرم که کلا 3-4 تا شاخه استفاده کردیم. یه کاسه بزرگ من سبزی خورد کردم بهش اضافه میکنم. بعد از اینکه سبزی رو اضافه کردید آروم آروم هم بزنید، چون سبزی بلافاصله آب میره اسفناجه. بعد ما بقیه سبزی رو بهش اضافه کنید. حالا دیگه بعد از این مرحله 1 ساعت اجازه میدیم آشمون بپزه، حسابی جا بیفته، هم برنجاش پخته بشه هم سبزیش پخته بشه و جا بیفته. بعد حتما باید هم بزنید دوستان. نکنید گفتم در آش رو نمیذارید و مرتب هم میزنید، یعنی هر مرتب که این که نیست بالا سرش وایسی، در هر 5 دقیقه باید حواستون به آش باشه همش بزنید. دوستان آشم پخت آماده شد، نگاه کنید کامل جا افتاده. 1 ساعت گذاشتم بهش زمان دادم تا کامل بپزه و جا بیفته. حتما باید هم بزنید تو این 1 ساعت. دیگه قبل از اینکه بخوام اجاق رو خاموش کنم 2 تا 3 تا حبه سیرم اگه دوست داشتید، بسته به سلیقتون، بسته به ذائقتون، اگه میخواید از خوردن این آش لذت بیشتری ببرید بهتون توصیه میکنم اضافه کنید. ولی اگه طعم سیر رو دوست ندارید میتونید اضافه نکنید. دیگه 1-2 قلم با سیر بزنه خاموشش میکنم و میکشمش تو ظرف. مرسی که تا آخر ویدیو همراه هم بودید دوستان. امروز هم کنار همدیگه آش دوغ درست کردیم، خوشمزه. امیدوارم درست کنید، از طعم بی‌نظیرش لذت ببرید کنار عزیزانتون. اسم منم هنگام است. سابسکرایب به کانالم یادتون نره. کلی دوستتون دارم و ویدیوی بعد همدیگه رو میبینیم.